ابراهیم تاتیساس امپراتور صدای ترکیه به سیم آخر زده و چیزای عجیبی در مورد بچه‌هاش گفته که توجه همه رو به خودش جلب کرده. ایو به قول خودش همیشه سعی کرده پدر خوبی برای بچه‌هاش باشه، اماش رو با هم دیگه بشنویم. اگر به اخبار ویژه سلبریتی‌های ترکیه علاقه‌مندی تا انتها با سلبریت سودا همراه باشید. ابراهیم تاتیساس به قول خودش همه بچه‌هاش رو دوست داره، ولی کاملا مشخصه که با دخترش دیلان چیتاک حالا دلشون از هم صاف نمیشه. ابراهیم امپراتور صدای ترکیه همین یکی دو روز پیش یه مصاحبه کرد و راجع به بچه‌هاش صحبت کرد. ایبو گفتش از پسرم راضیم، اون یه انسان واقعیه. که البته پسر ابراهیم یعنی ایدو تاتیساس هم قبلا در مورد پدرش گفته بود که من انسانیت رو از پدرم یاد گرفتم. ابراهیم در ادامه گفتش دخترم ملک هم انسان خوبیه. من 3 دختر دارم ولی اسم 4می رو نمیارم، که به احتمال قوی همونطور که مردم و رسانه ها میدونن منظورش دیلان چیتاک هست. ابراهیم تاتیساس گفتش من پدر خیلی خوبی واسه همه بچه هم هستم. مثل سگ کار کردم و چیزی به عنوان ارث پدری نداشتم و همه داراییم حاصل تلاش خودمه. دوستان، از به کار بردن واژه سگ عذرخواهی میکنم، ولی عبارتی هست که خود ابراهیم عزیز گفتش و خب کلا در فرهنگ مردم ترکیه چنین کلمه هایی به اون صورت زشت تلقی نمیشه و نشان از عمیق بودن یک احساسه. ادامه میدیم. ابراهیم تاتیساس گفت من از غار اومدم و بچگی خیلی سختی داشتم و هیچ وقت اینو انکار نمی کنم. منظورش از غار هم در واقع وضعیت نابسامان خونه زندگیشون در کودکیش بوده. ولی ابراهیم دل پری از دخترش دیلان چیتاک داره و به گفته خیلی ها حاضر نیست قبول کنه که در حق دیلان پدری نکرده. اما اصل قضیه از چه قراره؟ البته یک ویدیو هم قبلا در این ارتباط ساختیم، اینجا مفصلش رو براتون توضیح میدم. داستان اونجایی شروع شد که دیلان دختر نامشروع ابراهیم 2-3 ماه پیش یه استوری منتشر کرد که خلاصش این بود: از همه خواهش میکنم که منتظر بمونید، چون مطالبی هست که قراره افشا بکنم. حمله روانی و تعرض روانی که به یه دختر شده رو همه باید ازش مطلع بشن. حالا من به عنوان یک دختر که مورد آزار و اذیت روحی و روانی قرار گرفتم، اگر بخوام سکوت بکنم و هیچی نگم، بعدها دختران زیادی به این سرنوشت دچار میشن. من چیزی که میدونم رو علنی میکنم و بعد از حرفای من مردم مختار هستن که همچنان اون شخص بیرحم رو دوست داشته باشن یا نه. این متن استوری دیلان دختر ابراهیم بود. حالا کمی ماجرا رو به عقب‌تر برمیگردونیم. Mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi. در سالهای اخیر ابراهیم تاتیساس به صورت علنی اعلام کرد که برای همه بچه‌هاش یک واحد آپارتمان میبخشه تا تو این وضعیت اقتصادی و بعد از مرگ خودش به نوعی پشتوانه خوبی داشته باشن. ولی بعد از این ماجرا دیلان اومد و اعلام کرد که پدرم برخلاف بقیه فرزندانش به من خونه‌ای نداد. ابراهیم اما روشنگری خاصی تو این موضوع نداشت و صرفاً به گفتن این که دیلان مدارک شخصیش رو واسم نفرستاد و از این جهت من خونه‌ای به نامش نکردم بسنده کرد. حالا در این حال که مردم و رسانه‌های ترکیه نسبت به ابراهیم انتقاد دارن و میگن ایبو صرفاً به خاطر فشار رسانه‌ای دخترش رو پذیرفت و هیچ وقت مهر پدری واقعی نسبت به دیلان نداشته، در حالی که باید به دیلان افتخار میکرد که هم تحصیل کرده است و هم در نبود پدر خوب و درست بار اومده، از سوی دیگه نسبت به دیلان هم منتقد هستن، خصوصا در مورد این قضیه که دیلان بعد از قهر و قطع ارتباط با پدرش اعلام کرد لطفاً از این به بعد من رو در صحنه ها به اسم دیلان چیتاک بشناسید، نه با اسم پدرم. و خب خیلی ها واکنش نشون دادن و گفتن تو اگر میخواستی هنرت زیر سایه بزرگی اسم پدرت رشد نکنه، از همون اولش هم نباید ماجرای اثبات DNA رو رسانه‌ای میکردی. تو اگر در حوزه موسیقی به جایی رسیدی، دقیقا مثل برادرت ایدو در سایه معروفیت پدرت بوده.
در کل گویا دیلان چیتاک محبوبیتش در معرض خطره. توی یکی از ویدیوها از ماجرایی صحبت کردیم که طی اون دیلان به مهماندار هواپیما به خاطر عدم اجازه ورود به گربه خانگیش حمله میکنه. جالبتر این که چند وقت بعد دیلان در اعتراض به واکنش مردم توی ویدیویی با گریه توضیحاتی در مورد این قضیه میده و در کمال تعجب میگه که از کرده خودش تو هواپیما اصلا پشیمون نیست. عزیزان همراه به انتهای ویدیو رسیدیم. لطفا نظرتون رو در ارتباط با دختر ابراهیم و رفتار خود ابراهیم نسبت به دخترش برامون kament بکنید. خیلی متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım. Ben alkol almadım. Ben hırsızlık yapmadım. Ben I'm never gonna dance again. I killed and feel that got no rhythm. Kadın sensiz bir ane, oldum aşkına divane. Sanıyordum. Gel gel gümüle gel böyle.